به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جالب شروع میکنیم. از سکس تا فراآگاهی، نویسنده اوشو، مترجم آقای محسن خاتمی هستند. دیگه مشخصاتی در مورد نشر این کتاب نوشته نشده و من بلافاصله کتاب رو شروع میکنم. البته یک نوشته خیلی کوتاه پشت جلد کتاب از آقای اوشو هست، اون رو برای شما میخونم و سپس با هم کتاب رو ورق میزنیم. سکس نباید چیزی قبیح باشد، نباید به صورت چیزی زشت دیده شود، نباید سرزنش و محکوم شود، نباید سرکوب شود، بلکه باید حرمتی عظیم داشته باشد، زیرا ما از آن زاده شده ایم. سکس خود منبع حیات ماست. خلاصه کوتاه از این کتاب در اختیار من هستش که با هم میخونیم. میلیون ها سال است که برق در آسمان می درخشید و گاهی انسانها را می کشت. مردم زمان قدیم هیچ وقت فکر نمی کردند که روزی همین انرژی چراغ خانه هایشان را روشن کند. امروز برق در خدمت انسان است، زیرا توانستیم به راز آن پی ببریم. امروز مشکل بتوانیم زندگی خود را بدون نیروی برق پیش ببریم. انرژی جنسی انسان‌ها نیروی بس عظیم‌تر از نیروی برق است. این نیرو از انرژی اتمی نیز بزرگتر است. اگر یک بمب اتمی توانسته در هیروشیما 100,000 نفر را نابود کند، انرژی جنسی انسان می‌تواند یک زندگی جدید خلق کند. انسانی تازه، روحی که به کالبد دمیده می‌شود، جوامع مختلف در شرق و غرب عالم با پی بردن به نیروی عظیم جنسی نهفته در انسان تلاش کردند آن را به شکل‌های مختلف مهار کنند و معقول‌ترین راه را برای کنترل آن ازدواج دیدند. به هیچ وجه نمی‌توان این نیروی عظیم را در نهاد افراد سرکوب کرد، زیرا سرکوب آن سبب تشدید جاذبه اش می‌گردد و اگر آن را سرکوب کنیم وارد لایه‌های عمیق‌تر آگاهی می‌شود. می توانیم در طول ساعات بیداری آن را سرکوب کنیم، ولی شب در رویاها خودش را نشان می دهد. در درون منتظر کوچکترین فرصتی است تا به بیرون بجهد. وقتی نیروی جنسی سرکوب شد، به حضور خودش در لایه‌های مخفی انسان ادامه می دهد. زندگی می کند ولی مسموم است. اشتغال ذهنی دائمی به سکس محصول سرکوب نمودن نیروی جنسی است و میتواند منشأ بسیاری از دیگر انحرافات گردد. اگر به زندگی گیاهان نظر کنیم، در هسته درونی آنها چه چیزی خواهیم یافت؟ یک گیاه در اصل چه میکند؟ تمام انرژی آن صرف تولید دانه‌های جدید میشود. تمام وجودش، تمامی عصاره حیاتیش درگیر شکل دادن و زادن تخم‌های جدید است. یک حیوان چه میکند؟ اگر از نزدیک به طبیعت نگاه کنیم در خواهیم یافت که فقط یک روند وجود دارد که با تمام قدرت پیش می رود و این روند دائم خلقت است. تولید مثل رستاخیز همیشگی زندگی در شکل‌های جدیدتر است. گل‌ها تخم می‌دهند و این تخم‌ها به گیاهان تازه بدل می‌شوند. اگر بنگریم زندگی یک روند بی‌پایان تولید مثل است. زندگی یک انرژی است که پیوسته درگیر روند تولید مثل است. همین در مورد انسان‌ها نیز صادق است. به نظر می‌رسد زندگی می‌خواهد به نقطه‌ای صعود کند. امواج زندگی می‌خواهند به جایی بالاتر برسند. این روند زندگی بی‌پایان به نظر می‌رسد. تلاش دارد تا زندگی‌های بزرگتری متولد شوند. این روند در مورد انسان‌ها نیز صادق است. در انسان‌ها هم این روند انرژی وجود دارد که پیوسته در تلاش تولید مثل است. چند هزار سال است که انسان‌ها روی زمین پدیدار شدند. پیش از آن عالی‌ترین شکل زندگی حیوانات بودند و قبل از آنکه حیوانات به وجود آیند گیاهان عالی‌ترین شکل زندگی بودند و قبل از آنکه گیاهی روی زمین بروید فقط صحرا، کوهستان، رود و دریا روی زمین وجود داشت. این تلاش مداوم حیات بود که اشکال متکاملتری را به وجود آورد. حال وجود انسان‌ها برای چیست؟
انسان پیوسته مشتاق خلق زندگی جدید است. این تمایل با انرژی جنسی در انسانها وجود دارد. انسانها علاقه‌مندند زندگیشان ادامه یابد و انسانهایی متکاملتر به وجود آیند. چگونه میتوان موفق شد که انسانهای بهتری به وجود آیند؟ این نیروی جنسی را میتوان در نهاد خانواده به گونه‌ای هدایت کرد که موجب تعالی انسانها گردد. میتوان اهداف را از تنها مهار نمودن نیروی جنسی به اهداف بالاتری ارتقا داد. تعالی روح انسان با استفاده از انرژی جنسی این عمل چگونه ممکن است؟ مدیتیشن یا مراقبه با تحول عمل جنسی یا آمیزش و تحلیل علت کشش جنسی انسان پاسخ می‌دهد. روشی ارائه می‌دهد تا انسان را از دغدغه فکری به سکس رهایی بخشد و آرامش روحی، سرور و شادی و رفع مشکلات و ناهنجاری‌های روحی را موجب گردد. مدیتیشن چگونه و با چه قابلیتی چنین کاری انجام می‌دهد؟ عمل جنسی می‌تواند فرد را به یگانگی با خودش برساند و وی را به تمامیت وجود خودش رجعت دهد. در سکس فرد از ذهن و تبادل ذهنی خود رها می‌شود. ذهن هویت هر شخص است و در اوج سکس ذهنیت مختل می‌شود. روندهای تعقلی و ذهنی متوقف می‌شوند. حداقل در سکس کامل و عمیق چنین اتفاقی می‌افتد. این حالتی که چرخ ذهن می‌ایستد و برای لحظاتی هیچ فکری وجود ندارد و یا هویت و من انسان ناپدید می‌گردد و این همان حالتی است که به انسان در لحظات مراقبه و پس از تمرینات مداوم مدیتیشن دست می‌دهد. و احتمالاً اولین آشنایی انسان با مراقبه توسط این لحظه انزال یا اورگاسم به وجود آمده. افرادی سعی نمودند این لحظه را پایدارتر نمایند و به روش‌های دیگر کسب کنند. در این لحظه انسان با اعماق وجودش و با ناخودآگاه خودش تماس می‌یابد. از همین روز که جاذبه شدیدی در انسان نسبت به سکس وجود دارد. این جاذبه به خود سکس نیست، بلکه برای رسیدن به یگانگی با وجود خویش است. رسیدن به این یگانگی از طریق سکس مستلزم از دست دادن مقدار زیادی انرژی است. اما از روش مراقبه با کمترین هدر دادن انرژی همین وجد و سرور به دست می‌آید. وقتی سکس به درستی اتفاق نمی‌افتد، افراد احساس افسردگی می‌کنند و پس از گذشت مدتی کوتاه دوباره تمایل به سکس می‌یابند. هرچقدر عمل جنسی کاملتر باشد، این یگانگی با خود بیشتر میسر می شود. به جز در تجربه جنسی انسانها در زندگی معمولی قادر نیستند به اعماق وجودشان دست یابند. این تنها تجربه آمیزش جنسی است که انسانهای معمولی را به ژرف‌ترین عمق وجودشان نزدیک می کند. در لحظات اورگاسم یا انزال، گذشته و آینده فراموش می شوند و فقط زمان حال باقی می ماند. بی نفسی و بی زمانی که از مختل شدن روندهای ذهن و تعقل حاصل می شوند. همین دو دستاورد بی نفسی و بی زمانی نتایجی هستند که در مراقبه نیز حاصل می شوند. این دو عنصر دلیل کشش دیوانه‌وار به سوی سکس است. به محض اینکه نفس ناپدید می شود، لمحه‌ای از روح انسان دیده می شود. به محض اینکه زمان ناپدید می شود، لمحه‌ای از خداوند قابل درک می گردد. آن لمحه فقط برای یک لحظه است، ولی انسان حاضر است برای این مقدار زیادی انرژی از دست بدهد. پس از عمل جنسی، انسان از اینکه انرژی زیادی از دست داده ناراحت می شود، زیرا هرچه بیشتر انرژی از دست بدهد، به مرگ نزدیکتر می شود. برخی از گونه‌های حیوانات، نرها پس از عمل جنسی می‌میرند. این آذرخشی که در سکس می‌درخشد از فراسوی حیات می‌آید. اگر به شخصی که برای داشتن تجربه کوچک هزینه گزافی می‌پردازد مکانی را نشان دهید که بتواند مقدار زیادی از آن تجربه را به رایگان داشته باشد، دیگر دیوانه است. اگر به جایی برود که با پرداخت بهایی سنگین تجربه اندکی به دست آورد، اگر این تجربه که شخص توسط سکس به دست می‌آورد از راه‌های دیگر به دست آید، ذهن انسان به طور خودکار از شتافتن به سوی سکس باز می‌ماند و جهتی تازه را پی می‌گیرد.
در عمل جنسی این تجربه فراآگاهی و بی‌ذهنی برای لحظه‌ای است. انسان برای یک لحظه به سطحی متفاوت صعود می‌کند. در یک آن به ژرفایی منحصر به فرد می‌رسد. یک تجربه غایی، یک اوج، ولی هنوز خود را در آنجا مستقر نکرده که شروع می‌کند به پایین آمدن و سقوط از آن اوج، موجی است که به آسمان صعود کرده اما هنوز بر نخاسته. شروع به افتادن می‌کند در حالی که مقدار قابل توجهی نیرو و انرژی از دست رفته در تمام عمر انسان این روند ادامه دارد. ولی آن تجربه آن جاذبه قوی را دارد و موجب تکرار آن می شود. باشد که نفس به نوعی ناپدید شود تا بتوانیم روح را بشناسیم. باشد که زمان به نوعی ناپدید شود تا بتوانیم جاودانگی و بی‌زمانی را بشناسیم، تا بتوانیم آن چیزی را که ورای زمان قرار دارد، آنچه را که بی انجام و بی آغاز است بشناسیم. این لمحه از طریق مراقبه یا مدیتیشن به دست می آید. برای رسیدن به معرفت فردی دو راه وجود دارد: سکس و مراقبه. سکس راهی است که توسط طبیعت تأمین شده. سکس راه طبیعت است. حیوانات، گیاهان و انسانها آن را دارند. تا زمانی که انسانها فقط از راهی که طبیعت در اختیارشان نهاده استفاده کنند، بالاتر از حیوانات نیستند. آن بر روی حیوانات نیز گشوده است. حیطه انسان بودن زمانی شروع می شود که دری به جز سکس را بگشاییم. اگر دری جدید گشوده شود، انرژی جنسی می تواند در جهت تازه جریان یابد. سرکوب کردن سکس تنها جاذبه آن را شدیدتر می کند. بهترین راه برای مهار نیروی جنسی گشودن در جدیدی است. مدیتیشن این راه جدید است. بهتر است قبل از آنکه در نیروی جنسی در انسان شروع به فعالیت کند، این در جدید گشوده شود. در سالهای کودکی به انسان مدیتیشن آموزش داده شود. آموختن مراقبه به کودکان بسیار مفیدتر است از آموزش آن به افراد بزرگسال و مسن. زمانی که انرژی ها هنوز تحلیل نرفتند، زمانی که هنوز انرژی در شیارهایی برای جریان یافتن پیدا ننموده و در آن سفت و سخت نشده، کودکان قبل از آنکه سکس را تجربه کنند، تجربه‌ای از آرامش، از سرور، از بی‌زمانی و بی‌نفسی خواهند داشت. این آشنایی انرژی آنان را از رفتن به کانال‌های خطا باز می‌دارد و آن را به مسیری درست هدایت خواهد کرد. سپس زمانی که کودکان بالغ شدند و شروع به سوال نمودن درباره سکس کنند، بهتر است هر آنچه که اساسی به نظر می آید و می توانند درک کنند به آنان گفت تا بیش از اندازه در مورد سکس کنجکاو نشوند و در حد جنون مجذوبش نگردند و سعی نکنند از منابع اشتباه آن را فرا بگیرند. پس اول لازم است به کودکان مراقبه را آموخت که چگونه آرام، باصفا و ساکت بمانند و چگونه به وضعیت بی‌ذهنی برسند. اگر در خانه تسهیلاتی فراهم شود که آنان بتوانند روزانه 1 ساعت به تمرین بپردازند، بسیار سریع یاد می‌گیرند که به این حالت برسند و این همراهی والدین با کودکان را در لحظات مراقبه می‌طلبد. این تمرین روزانه قبل از آنکه فرد به سن بلوغ برسد، دری از مراقبه را بر وی خواهد گشود که در آن بی‌زمانی و بی‌نفسی را تجربه کند. جایی که لمحه‌ای از روح را مشاهده می‌کند. این لمحه پایانی است بر زیاده روی و افراط در سکس. اینک انرژی مسیری تازه یافته. این گام اول است. گام دوم عشق است. لازم است عشق را از طفولیت به کودکان آموزش داد. آموزش عشق هیچگاه منجر به سکس نمی شود. هرچه عشق بیشتری در درون فرد رشد کند، انرژی جنسی بیشتری به عشق تبدیل می شود و برعکس هرچه فرد از عشق کمتر داشته باشد، ذهنیت جنسی بیشتری دارد و همراه آن نفرت، کینه، حسادت، رقابت، نگرانی و بدبختی بیشتری در زندگی خواهد داشت. و هرچه فرد با تشویق، حسادت، نفرت و رنجش بیشتری احاطه شده باشد، انرژی بیشتری در درونش راکد میماند و آنگاه تنها راه تخلیه آن سکس است. عشق برای انرژی های ما یک
خروجی است، یک جریان است. عشق سازنده است و به همین دلیل جاری است و رضایت می‌آورد. رضایتی بسیار عمیق‌تر و با ارزش‌تر از رضایتی که از سکس به دست می‌آید. کسی که چنین رضایتی را شناخته باشد هرگز به دنبال جایگزین نمی‌گردد. کسی که جواهر دارد به دنبال سنگ‌ریزه نمی‌گردد. فرد که سرشار از عشق باشد از نوعی شادابی و تراوت که نشانگر رضایت و سرور است برخوردار می‌گردد. چون این فردی به سمت سکس نمی رود، زیرا رضایتی که برای چند لحظه از سکس به دست می آید اینک توسط عشق 24 ساعت در دسترس است. بنابراین گام دوم ورود به عشق است و عاشقانه زندگی کردن. این عشق شامل تمام جهان می شود، از انسانها تا اجسام بیجان. مسئله این نیست که فقط با انسانها عاشقانه رفتار کنیم، مسئله عشق ورزیدن است. آموزش عشق این نیست که برای عاشق شدن دلیل بتراشیم، بلکه به این معنی است که محیط و فرصتی فراهم کنیم که در آن کودک بتواند دوست بدارد و عشق بورزد. مادری که به فرزندش میگوید مرا دوست بدار چون مادرت هستم، عشق را به فرزندش آموزش نمیدهد. بهتر است بگوید برای زندگی آینده و خوشبختی تو اهمیت دارد که به هر کس و هر آنچه که با آن برخورد میکنی عاشقانه رفتار کنی. چه یک قطعه سنگ، چه یک گل یا یک انسان یا یک حیوان، همه را دوست داشته باش. مسئله دادن عشق به یک حیوان، گل، مادر یا شخصیتی دیگر نیست. مسئله عاشق بودن وجود توست. آینده تو بستگی به این دارد که چگونه عاشقانه رفتار کنی. امکان سرور و خوشبختی تو در زندگی بسته به این است که چقدر سرشار از عشق باشی. هرچه عشق در درون کسی افزوده شود، میل سکس در زندگی فرد کاهش می‌یابد. عشق و مراقبه با هم دری را می‌گشایند که دروازه الوهیت است. عشق به علاوه مراقبه مساوی است با خداگونگی. وقتی عشق و مراقبه به هم می‌پیوندند، الوهیت به دست آمده است. ثمره این دستیابی تعالی و تکامل روح انسان است. زمانی که انرژی جنسی در خدمت تعالی انسان قرار گیرد، تولید مثل و ایجاد فرزند در خدمت ایجاد انسان‌هایی بهتر خواهد بود. اگر یک هنرمند در وضعیت روحی مناسبی نباشد، نمیتوان از وی انتظار داشت تا اثر هنری زیبایی خلق کند. آمیزش جنسی، پدیده‌ای که ادامه زندگی به آن بستگی دارد و از طریق آن فرزندان و ارواح تازه به این دنیا وارد میشوند، همینطور است. سکس موقعیتی خلق میکند تا روح نازل شود. شما به کودک زندگی نمیبخشید، فرصتی فراهم میکنید تا روح دمیده شود. اگر این فرصت بیمارگونه ایجاد گردد، اگر در هنگام آمیزش خشمگین باشید، احساس گناه کنید یا تشویش داشته باشید، روحی که دمیده خواهد شد در همان سطح از معرفت خواهد بود. برای دعوت از روحی والاتر، محیط و فضای سکس نیز باید از نوعی والا باشد. در این صورت یک روح والا زاده می شود و سطح معرفت انسان از بدو تولد ارتقا می یابد. این ممکن است اگر زن و شوهری قدری تلاش کنند تا سکس را با یکدیگر درک کنند، می توانند در دگرگون ساختن سکس با هم دوست باشند و به یکدیگر یاری رسانند و روزی که زن و شوهر در متحول کردن سکس توفیق یابند، احساس از یک سپاسگزاری عمیق بین ایشان ایجاد خواهد شد. پیش از آن چیزی جز یک خشم و دشمنی ظریف و پنهانی بین این دو وجود نداشته. یک نزاع همیشگی بینشان بوده، نه یک دوستی باصفا. دوستی آنان روزی شروع می شود که در متحول ساختن انرژی های جنسیشان برای هم یار و کمک باشند. این وقتی است که نسبت به یکدیگر احساسی از سپاسگزاری پیدا می کنند. آن روز مرد سرشار از احترام به همسرش خواهد شد، زیرا که به وی کمک کرده تا از شهوت رها گردد و زن نسبت به شوهرش سرشار از سپاس می گردد که کمک کرده تا از شهوت آزاد شود. از آن روز به بعد آنان در یک رابطه دوستی واقعی زندگی عاشقانه خواهند داشت، نه در یک رابطه جنسی. این چگونه ممکن است؟ کسانی که درباره سکس تحقیق کردند و تجارب زیادی در زندگیشان به دست آوردند، به این نتیجه رسیدند که اگر مقاربت 1 دقیقه به طول انجامد، شخص دوباره پس از 1 روز خواهان آن است. ولی اگر 3 دقیقه به طول انجامد، شخص تا 1 هفته حتی به آن فکر هم نخواهد کرد.
آنان مشاهده کردند اگر معاشقه بتواند 7 دقیقه به طول انجامد، شخص چنان از سکس رها خواهد شد که حتی تا 3 ماه نیز سکس به تصورش نخواهد آمد. حال اگر از طریق روش‌های مدیتیشن بتوان این مدت معاشقه را باز هم طولانی‌تر کرد، فرد به همان مراتب از ذهنیت سکس و از شهوت تخلیه خواهد شد. زیرا چنین احساسی رضایت و سروری از خود به جای می‌گذارد که تا مدت‌ها بی‌نیاز خواهد بود. برای این کار کافی است در طول آمیزش شخص آرام و آسوده تنفس کند. اگر بتواند طوری منضبط شود که تماما آسوده نفس بکشد، مدت آمیزش می‌تواند طولانی شود. هرچه مدت زمان آمیزش بیشتر باشد، تجربه عنصرهای فراآگاهی، بی‌نفسی و بی‌زمانی بیشتر خواهد شد. در تنفس آسوده و آرام، اعماق جدیدتر، معانی و ادراک‌های تازه شروع به آشکار شدن می‌کنند. عامل دیگر که می‌تواند زمان آمیزش را طولانی کند این است که هوشیاری خود را به وسط دو چشم متوجه کند، جایی که در یوگا مرکز چشم سوم خوانده می‌شود. این دو عامل یعنی تنفس آسوده و آرام به شکلی که اصلاً وجود ندارد و توجه هوشیاری فرد در چشم سوم، نقطه میان دو ابرو موجب افزایش زمان آمیزش می شود و آنگاه برای نخستین بار فرد متوجه می شود که این جاذبه برای خود عمل آمیزش نبوده، بلکه برای آن فراآگاهی و آن لمحه‌ای بوده که در عمل جنسی اتفاق می‌افتد و قبلاً به شکل آذرخشی در زمان کوتاه رخ می‌داد و اکنون فرد توانسته آن را به کنترل خود درآورد. سومین عامل وضعیت ذهن است. در روی آوردن به سکس برای این منظور لازم است افراد به گونه‌ای به سکس روی آورند گویی روی به سوی محراب عبادت قرار گرفتند، زیرا در هنگام سکس شما به جهان اصلی از همیشه نزدیکترید. توسط سکس است که الوهیت می‌تواند تولید زندگی کند و زندگی جدیدی را خلق نماید. بنابراین در سکس ما به خالق نزدیک می‌شویم و برای زندگی جدیدی که خلق می‌گردد یک گذرگاه می‌شویم. اگر با قداست به سکس روی بیاوریم می‌توانیم به آسانی لمحه‌ای از الوهیت را دریابیم، ولی با انزجار از سکس و احساس بد و سرزنش‌آلود در تجربه کردن الوهیت دچار شکست می‌شویم. در موقع سکس به همسر طوری باید نگریست گویی موجودی الهی است. هرگز در هنگام زشتی، خشم، خشونت، نفرت، حسادت و رنجش و در لحظات تشویش به سکس روی نیاورید، زیرا در این شرایط هرگز به آن لمحه فراآگاهی در میان سکس که روحتان در آتش آن بود دست نمی‌یابید. چیزی که در زندگی معمولی اتفاق می‌افتد این گونه است که هرچه شخص نگرانتر، طرد شده‌تر و هرچه بیشتر خشمگین باشد و در ناامیدی و تشویش بیشتری باشد، بیشتر وارد سکس می‌شود. یک انسان شادمان به دنبال سکس نمی‌رود، ولی انسان غمزده چنین می‌کند، زیرا چنین شخصی سکس را فرصتی برای فرار از اندوه می‌بیند. اما کسی که به دنبال معنویت است تنها زمانی به سکس روی می‌آورد که شادمان است. قلبش پر از شادی، آرامش و سپاسگزاری است. چون این فردی فراآگاهی را تجربه می‌کند. وقتی یک بار در سکس فراآگاهی به دست آید، فرد از سکس رها می‌شود و شروع می‌کند به تکامل یافتن در فراآگاهی. این ملاقات، این یکی شدن زن و مرد معنایی عمیق و عظیم دارد. در یگانگی زن و مرد است که نفس برای اولین بار فرو می‌شکند و فرد واقعاً با دیگری دیدار می‌کند. نوزادی که رحم مادر را ترک می‌کند در رنجی بزرگ قرار دارد، مانند ریشه‌کن شدن درخت از زمین است. تمامی وجودش مشتاق است که دوباره به زمین وصل شود. وابستگیش به زمین یعنی زندگیش، حیاتش، تغذیه‌اش. درخت اینک ریشه‌کن شده، فریاد برمی‌آورد که به زمین بازگردد، زیرا که اکنون از جریان زندگی جدا شده. نوزادی که به دنیا می‌آید از ریشه بریده می‌شود، به نوعی نوزاد ریشه‌کن می‌گردد، از زندگی و هستی جدا می‌شود. اینک تمام اشتیاق کوچک، آتش تمام وجودش این است که دوباره با زندگی و با هستی پیوند بخورد، چون این اشتیاقی است که ما آن را آتش برای عشق می‌خوانیم. جز این منظورمان از عشق چیست؟ هر کسی می‌خواهد دوست بدارد و دوستش بدارند. معنی عشق چیست؟ معنی این است که من منزوی شدم
قطع شدم. میخواهم دوباره با زندگی یکی شوم و یکی از ژرف‌ترین تجارب یکی شدن بین زن و مرد در سکس اتفاق میافتد. سکس نخستین تجربه این وصال دوباره است. شخصی که این تجربه را به عنوان آتشی برای عشق، میلی برای یگانگی دوباره با خود زندگی درک کرده باشد، میتواند به زودی به تجربه دیگر نیز دست یابد. یک مراقبه کننده، یک سالک روحانی، یک عارف، یک شخص بیدار شده همگی به وحدت میرسند و شخصی که در سکس حرکت میکنند نیز به وحدت میرسد. در آمیزش جنسی دو فرد یگانه میشوند. یک فرد با فردی دیگر در میآمیزد و هر دو یکی میشوند. در اشراق فرد با کل در میآمیزد و با آن یکی میشود. آمیزش دیداری است بین دو فرد اشراق دیاری است. بین فرد و تمامیت بیپایان طبیعت. دیدار دو فرد فقط میتواند گذرا و مقطعی باشد، ولی ملاقات فرد با کل برای همیشه است. دو نفر موجوداتی محدود هستند، بنابراین اتحاد آنان نمیتواند بی‌نهایت باشد، نمیتواند برای همیشه باشد و این است آن درد و عذاب به تمام عشق‌هاست که ما نمیتوانیم برای همیشه با معشوق یگانه باشیم. برای لحظه‌ای با هم یگانه می‌شویم ولی دوباره فاصله می‌گیریم. آن فاصله وارد می‌شود. این فاصله دردآفرین است، آزار می‌دهد. بنابراین عشاق همیشه در این وضعیت اتصال هستند. آهسته آهسته به نظر می‌رسد که این دیگری است که سبب این جدایی است. بنابراین خشم و آزردگی در مورد آن دیگری برمی‌خیزد. ولی آنان که می‌دانند می‌گویند دو نفر در اساس دو موجود جدا هستند. دیداری گذرا را تحمل می‌کنند ولی برای همیشه با هم دیدار نمی‌کنند. این همان درد و رنجی است که سبب ایجاد تفاهم دائمی بین عشاق است و نزاع کردن با شخصی که دوستش داریم آغاز می‌شود. یک تنش، یک اکراه و احساسی از انزجار در رابطه می‌خزد، زیرا چنین به نظر می‌رسد که دیگری نمی‌خواهد در بیامیزد. بنابراین یکی شدن کامل نمی‌شود، ولی هیچ فردی در این خصوص مقصر نیست. دو شخص نمی‌توانند در سطح برای همیشه با هم دیدار کنند. افراد فقط می‌توانند موقتی با هم درآمیزند، زیرا یک فرد محدود است. آمیختن او نیز محدود خواهد بود. وحدت همیشگی فقط می‌تواند با الوهیت باشد، با تمامی جهان هستی باشد. کسانی که تا اعماق سکس پیش می‌روند به این احساس می‌رسند. اگر لحظه از آمیزش بتواند چنین سروری بدهد، چیزی که از آمیزش همیشگی بتواند ممکن شود ورای اندازه‌گیری. اگر لحظه ای از آمیختن بتواند چنین تجربه شگفت‌انگیزی بیاورد، پس آن وقت تجربه یکی شدن با ابدیت چقدر بیشتر شگفت‌انگیز خواهد بود. مقایسه سرور حاصل از یکی شدن در سکس با جهان هستی مثل مقایسه نور شمع است با خورشید که غیر قابل قیاس است. ولی بین سکس و فراآگاهی یک پل، یک مسیر و یک سفر وجود دارد. فراآگاهی آخرین پل نردبامی است که سکس نخستین پله آن است. انرژی جنسی وقتی متحول می شود به عشق مبدل می گردد. فردی کود می خرد که به خودی خود بدبو و کثیف است، آن را در مقابل خانه انباشته می کند. این کار او بوی گندی را می اندازد که گذشتن از کنار خانه وی را برای مردم مشکل می کند. ولی فرد دیگری همین کود را در باغچه خانه‌اش پخش می کند. در آن تخم می کند، تخم‌ها جوانه زده گیاه می شوند و گل می دهند و عطر گلها در همسایگی پخش می شود و همه جا را معطر می سازد. بوی بد کود به عطر گل بدل می شود. قدرت کود با عبور از دانه و گیاه به عطر گل بدل می گردد. می توان انرژی جنسی را تسعید کرد تا به فراآگاهی تبدیل گردد. به طور کلی یک زوج می توانند در سه شکل نمادین با هم آمیزش داشته باشند: مربع، مثلث و دایره. شکل مربع وقتی اتفاق می افتد که هر یک از زوجین به دو قسمت حسی و فکری تقسیم شدند. در این شکل عمل جنسی ملاقات دو نفر نیست، بلکه ملاقات 4 نفر است. در این شکل دیداری عمیق صورت نمی گیرد و این دیداری کاذب است. یکی شدن صورت نمی گیرد، زیرا قسمت عمیق‌تر زوجین پنهان است و تنها دو روند ذهنی با هم می آمیزند، نه دو روند حسی. روندهای حسی در عمق پنهان مانده‌اند.
در شکل مثلث دو زاویه قاعده مثلث زوجین هستند و برای یک لحظه زوجین یکی میشوند و زاویه سوم مثلث شکل میگیرد. در این لحظه کوتاه یگانگی و ملاقات صورت میگیرد. این نوع آمیزش از نوع اول یا مربع بهتر است، زیرا یکی شدن حداقل برای یک لحظه احساس می شود. این احساس یگانگی است که به افراد سلامت و نیروی حیات می بخشد و به افراد نشاط و سرزندگی می دهد. شکل دایره بهترین نوع آن است که تانترا نوعی مدیتیشن آن را توصیه می کند. در این نوع آمیزش زوجین به یک حلقه پیوسته تبدیل می شود. زاویه‌ای وجود ندارد و ملاقات برای لحظه گذرا صورت نمی‌گیرد. در واقع این آمیزش در بی‌زمانی انجام می شود و این فقط زمانی اتفاق می افتد که زوجین به دنبال تخلیه و انزال نباشند. اگر به دنبال انزال باشند رابطه از نوع مثلث خواهد شد، زیرا لحظه‌ای که انزال رخ دهد نقطه تماس گم می شود. تانترا ماندن در ابتدا و حرکت نکردن به سمت انتها آمیزش جنسی را توصیه می کند. با توجه دادن به این نکات، عمل جنسی را نباید به عنوان راهی که به جایی ختم می شود نگرید. نباید به آینده فکر کرد. باید در زمان حال ماند و از ملاقات تنها و روح‌ها لذت برد و در یکدیگر رسوخ نمود و در یکدیگر ذوب شد. اگر بین زوجین عشق وجود نداشته باشد، سکس شتاب زده خواهد بود. این رسوخ کردن در یکدیگر به زوجین بصیرت و آگاهی‌های جدیدی می‌دهد. اگر برای اتمام کار شتاب نکند، آمیزششان کمتر جنسی و بیشتر معنوی خواهد شد و میان دو انرژی بدن یک اتحاد عمیق و خاموش ایجاد می شود و می توانند مدت طولانی با هم بیامیزند و با گذشت زمان این با هم بودن و آمیزش عمیق و عمیق‌تر می شود و به این ترتیب اشراق را احساس خواهند نمود. آنگاه عمل جنسی تبدیل به مراقبه یا مدیتیشن می شود و دیگر شکافی در شخصیت تقسیم شده باقی نمی ماند. بیماری های عصبی از شکاف و تقسیم شخصیت به وجود می آید. ممکن است این روش تانترا به نظر حیوانی برسد، ولی انسان نوعی حیوان است و هیچ اشکالی ندارد. بسیاری معتقدند ازدواج گورستان عشق است و عشقی که بین زن و مرد ایجاد می شود پس از ازدواج از بین می رود. اما چگونه میتوان این عشق را پاس داشت و آن را به عشقی پایدار بدل کرد؟ تنها راه این است که همسر را همچون یک راز ناشناخته دانست، زیرا انسان یک راز بی‌نهایت است. زیرا هر انسان بارقه‌ای از ذات الهی را در درون خودش دارد. هرچه بیشتر در مورد یک شخص بدانیم متواضع‌تر خواهیم شد. بیشتر احساس خواهیم کرد که آن راز دست نخورده باقی مانده و آن راز ژرف‌تر خواهد شد. اگر عشق واقعی باشد هرگز دیگری را به ماهیتی شناخته شده تنزل نخواهیم داد، زیرا فقط اشیا را میتوان شناخت. انسانها هرگز قابل شناخت نیستند. تنها اشیا هستند که بخشی از دانش ما میشوند. یک فرد یک راز است، بزرگترین رازی که وجود دارد. ازدواج یک تشریفات قانونی و یک قرارداد جامعه برای حفاظت زوجین است، اما عشق مرکز و اصل رابطه زوجین است. پس از ازدواج نباید سعی کرد که دیگری را تصاحب نمود. اینکه بگوییم او شوهر من است یا وی زن من است، زیبایی یک فرد و یک انسان را به چیزی زشت تنزل داده ایم. زنان و شوهران به دنیا تعلق دارند. با به خاطر سپردن مقدس بودن همسر عشق دائمی خواهد شد. عاشق همیشه در تردید است. او همیشه به معشوق فضایی می‌دهد که خودش باشد. او همیشه شاکر است، هرگز احساس نمی کند که معشوق جزئی از دارایی وی است. عاشق از اینکه معشوق در لحظاتی به وی اجازه می دهد تا وارد خلوتگاه درونی می شود سپاسگزار است. اگر زن و شوهر بتوانند سعی کنند با هماهنگی و عشقی فهیمانه نسبت به یکدیگر به ارزش رابطه جنسی بین خود پی ببرند و قدرش را بدانند، با احساسی خالص از سرور بدون احساس اندوه، آن وقت رابطه آنان متحول شده و ارتقا می‌یابد. ازدواج‌های عاشقانه محکوم به شکستند، زیرا پدیده‌ای شاعرانه اند. فرد عاشق می‌شود و شروع می‌کند به رویا بافتن در مورد زن یا مرد دلخواهش و زمانی در رویاهایش به اوج می‌رسد. این رویاها تا وقتی زن یا مرد دلخواهش را ملاقات کند ادامه می‌یابند.
سپس بعد از وصال آن رویاها شروع می‌کنند به از بین رفتن. وقتی همسر یا شوهر را همان گونه که هستند می‌بینید ماه عسل تمام می‌شود. اما وقتی عشاق آینه یکدیگر می‌شوند، عشق تبدیل به مراقبه می‌شود. در رابطه عاشقانه معمولی طرفین نسبت به یکدیگر کور می‌شوند و بسیاری از عیوب یکدیگر را در حالت عاشقانه نادیده می‌گیرند. اما در رابطه عاشقانه از نوع مراقبه، زوجین به جستجو و یافتن طرف دیگر ادامه می‌دهند و راه‌های تازه‌ای برای با هم بودن می‌یابند. هر فرد یک راز بی‌نهایت تمام نشدنی است، قابل پی بردن نیست. امکان ندارد که هرگز بتوان گفت همسرم را شناختم. تنها میتوان گفت نهایت سعیم را انجام دادم. ولی راز همیشه راز باقی میماند. هرچه بیشتر بشناسید دیگری اسرارآمیزتر میگردد. آن وقت است که عشق یک ماجراجویی همیشگی خواهد بود. همدیگر را دوست داشتن ولی از عشق یک قید نساختن. عشق باید هدیه‌ای رایگان باشد، چه بگیری و چه ببخشی. نباید درخواستی داشته باشید، وگرنه هرچند در کنار هم باشید بسیار از یکدیگر فاصله خواهید داشت و آن موقع دیگر هیچ ادراکی شما را به هم پیوند نخواهد زد. حتی فضایی را برای پل زدن باقی نخواهد گذاشت. این یک قانون بنیادی است که خیلی به هم نزدیک شدن فضایی را برای آزاد بودن نگذاشتن گل عشق را نابود می کند. زن و مرد هر کدام به فضای خودشان نیاز دارند. اینکه زن و مرد مجبور باشند در لحظاتی که با هم نیستند برای هم توضیح بدهند که کجا بودند و چه می‌کردند، قید زدن به عشق است. اما عشق برای اینکه ارضا کننده باشد لازم است از عشق یک انسان به عشق به تمامیت هستی ارتقا یابد. در آن وقت آنچنان عاشق خواهی شد که نیازمند بخشش خواهی بود. ازدواج‌های معمولی از روی نیاز به دیگری صورت می‌گیرد و همین نیاز موجب دلبستگی فرد به همسرش می‌شود. این وابستگی عدم استقلال می‌آورد و آزادی را محدود می‌کند. وقتی آزادی محدود شد، همان عشق‌های کوچک معمولی بین زن و مرد از زندگیشان رخت برمی‌بندد. اما اگر فرد با مراقبه آشنا شود، عشق خود را شامل تمام هستی کند، به تنهایی چنان مسرور می شود که نیازی به دیگری نخواهد داشت. وقتی به دیگری نیازی نداشته باشی، وابستگی از بین خواهد رفت. وقتی محتاج دیگری نباشی، می توانی شادیت را سهیم شوی و سهیم کردن دیگران در سرور و شادی خود یعنی عشق متعالی به همسر که آزادی را محدود نمی کند و پایدار خواهد ماند. عشق‌های معمولی به دلیل آنکه از نیاز زاده شدند، از اینکه فرد نمی‌تواند بدون همسر به زندگی ادامه دهد، در بطن خود ضد خودش و عامل تخریب خودش را دارد و آن وابستگی به همسر است. نیازی که عشق معمولی از آن سرچشمه گرفت، وابستگی می‌آورد، آزادی را محدود می‌کند و عشق را اندک اندک از بین می‌برد. اما عشق به تمامیت هستی عشق بی انتهاست و سروری بی پایان می آورد و ازدواجی که بر مبنای این نوع شکل می گیرد نوعی بخشیدن است. عشق واقعی و پایداری آن موجب ثبات خانواده می گردد. این ازدواج و عشق نه از روی فقر بلکه از روی غناست، زیرا تو چنان فراوانی داری که باید آن را ببخشی و نثار کنی، درست مثل گلی که می شکفد و عطرش را به بادها می دهد. معمولاً عشاق می‌خواهند که معشوقشان فقط آنان را دوست بدارد و عاشق هیچ کس دیگری نباشد، ولی آنان نمی‌دانند کسی که نتواند همه را دوست بدارد نمی‌تواند هیچ کس را دوست بدارد. زن از شوهرش می‌خواهد فقط عاشق او باشد، جریان عشق شوهر فقط به سمت او جاری باشد، ولی درک نمی‌کند چون این عشقی دروغین است و مسبب آن خود وی است. شوهری که همیشه پر از عشق برای همیشه نباشد، چگونه میتواند عاشق همسرش باشد؟ عاشق بودن انسان یعنی اینکه در طول شبانه روز عشق ورزیدن خصلت انسان است. انسان نمیتواند برای یک نفر سرشار از عشق باشد و برای دیگران تهی از عشق. عشق به طبیعت درونی فرد مربوط است، نه به نوع رابطه. عشق ربطی به ارتباط ندارد و حالتی از بودن است. بخشی از شخصیت درونی افراد است. لازم است یاد بگیریم که عاشق همه چیز باشیم، به گیاهان، پرندگان، انسانها، بیگانگان و به کسانی که بسیاری از ما دورند، به ماه و ستارگان عشق بورزیم تا عشق درون ما رشد کند.
عشق و مراقبه دری از الوهیت بر روی انسان می‌گشایند. عشق به علاوه مراقبه مساوی است با خداگونگی. خب من خلاصه ای از این کتاب رو برای شما خوندم. امیدوارم که لذت برده باشید و اگر خوشتون اومده این کتاب رو برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.